أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب الذکر عند الصباح والمساء، یعنی باب در مسئله ذکر صبحگاه و شامگاه. پس ما و شما درس گذشته این باب را شروع کردیم. آیت هایی که درباره ذکر کردن صبحگاه و شامگاه بودن گرفتیم و همچنین چند حدیث های از این باب را گرفتیم و امروز باشد دوام حدیث های این باب را به سمع شما خواهم رسانید. درس امروزه امان از حدیث پنجم این باب، از حدیث 1454 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1454 کتاب ریاض الصالحین می گوید وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا امسى قال، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که روز را شام میکرد میگفت، یعنی هنگامی که روز بیگه میشد در بیگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت، یعنی از ذکرهای شامگاه امسینا و امسی الملک لله، یعنی که امسینا و امسی الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شریک له. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ذکرها را میگفت. قال الراوی اراه قال فیهن، راوی حدیث میگوید که اراه قال فیهن، یعنی بگمانش همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخنها را در دوام این ذکر میگفت در بیگانی که له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر ربی اسألك خیر ما فی هذه الليلة و خیر ما بعدها و اعوذ بك من شر ما فی هذه الليلة و شر ما بعدها ربی اعوذ بك من الكسل و سوء الكبر ربی اعوذ بك من عذاب فی النار و عذاب فی القبر. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ذکرها را همچنین در بیگانی میگفت. و اذا اصبح قال ذلك ایضا، هنگامی که صبح میشد همچنین میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این ذکر را میگفت، اما در اولش میگفت که اصبحنا و اصبح الملک لله. این طور شروع کرده صبحگاه همچنین دیگه تا آخر این ذکری که گفتیم تا آخر میگوید در صبح هم همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم این ذکرها را میگفت. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. پس این ذکرها چی معنا دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم سحر و بیگه این ذکرها را میگفت؟ امسینا و امسی الملک لله، یعنی بیگاه کردیم ما روز را، و امسی الملک لله و بیگاه شد کائنات همش به خاطر الله جل جلاله. تمام دنیا تمام کائنات بیگاه کردند فقط و فقط به خاطر رازگی و فرمان الله جل جلاله. والحمد لله، و حمد و ستایش الله را، لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله که یگانه هست و شریک در بر اون الله جل جلاله وجود ندارد. له الملک و له الحمد و هو علی كل شیء قدیر،
یعنی از آن الله جل جلاله است. الملک یعنی فرمان روایی و پادشاهی همه از آن الله سبحانه و تعالی هست. و له الحمد، و همچنین حمد و ستایش و تعریف و توصیف خاصی الله جل جلاله است. و هو علی کل شیء قدیر، الله جل جلاله به تمام کار قدرت دارد. الله سبحانه و تعالی قادر و توانا می باشد. ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیلة، یعنی پروردگارا از تو طلب میکنم من خیر ما فی هذه اللیلة، یعنی بهترین چیز خیری که در این شب هست. یعنی ای الله سبحانه و تعالی از تو من خیری که در این شب هست درخواست دارم. و خیر ما بعدها، یعنی که و خیری که بعد از این هست ای الله سبحانه و تعالی همچنین من از تو درخواست دارم. و اعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلة و شر ما بعدها، یعنی که الله جل جلاله پناه طلب میکنم به تو از بدی که در این شب هست، از هر چیزهای ناخوشایند و بدیهایی که در این شب هست و هر چیزهای بد و ناخوشایندی که بعد از این شب هست. ای الله من پناه طلب میکنم به تو. ربی اعوذ بک من الکسل، یعنی ای پروردگارا پناه طلب میکنم به تو من از تنبلی. و سوء الکبری، یا ای الله جل جلاله من پناه طلب میکنم به تو از سوء الکبری، یعنی که از پیرانسالی زشتی که انسان را خوار و انسان را محتاج دیگران میگرداند و انسان را عقلش از اون میرود. ای الله سبحانه و تعالی من از این طور پیرانسالی پناه طلب میکنم. ربی اعوذ بک من عذاب فی النار، ای الله جل جلاله پناه طلب میکنم به تو از عذاب آتش دوزخ. ای الله سبحانه و تعالی مرا از عذاب آتش دوزخ حفظ بکن، نگه بدار. و عذاب فی النار، ای الله جل جلاله همچنین من را از عذاب و عذاب فی القبر و از عذاب قبر هم حفظ بکن، نگه بدار. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این ذکرها را میگفت. پس این ذکرها سحر و بیگه گفته میشوند، اما فقط جایهایی را که تغییر میتیم در اولش میگیم امسینا و امسل ملک لله، یعنی بیگه کردیم ما و بیگه کرد تمام کائنات به خاطر الله سبحانه و تعالی. زیرا که در بیگانی گفتیم میگیم بیگه کردیم ما و بیگه کرد تمام کائنات. اما در سحر گفتیم، یعنی در صبحگاه گفتیم، در این صورت میگیم اصبحنا و اصبح الملک لله، یعنی که شب را روز کردیم ما و شب را روز کرد تمام کائنات. پس فقط همین جایش را تغییر میتیم. بعد از این باز دوامش را میگوییم والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسألك خير ما في هذه الليلة. در بیگانی این دعا را میگیم. اینجاش میگیم خیر ما فی هذه الليلة، یعنی خیری که در این شب است ای الله سبحانه و تعالی ما از تو درخواست داریم. اما در صبح گفتیم میگیم که ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم، فی هذا اليوم در جای هذه الليلة هذا اليوم را میمونیم و خیر ما بعده میگوییم بعدش، یعنی که ای الله جل جلاله ما از تو طلب میکنیم خیری که در این روز است. اگر در سحر گفتیم خیر آن روز را طلب میکنیم، اگر در بیگانی گفتیم خیر آن شب را طلب میکنیم. و خیر ما بعده ما بعدها در بیگانی میگوییم، یعنی خیری که بعد از این شب است در روز باشد، و خیر ما بعده یعنی که خیری که بعد از این روز است. و اعوذ بک من شر ما فی هذه الليلة، هذه الليلة در بیگانی میگوییم، در صبح باشد میگوییم
و اعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم و شر ما بعده. و دوامش ربی اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار و عذاب فی القبر گفته می شود. یعنی که اون کلماتش را بعض جایش را تغییر میتیم برای سحر و برای بیگاه، اما این ذکر در عموم سحر و بیگاه گفته می شوند. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این بود حدیث 1454 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1455 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1454 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: و عن عبدالله ابن خبیب رضی الله عنه قال، یعنی از عبدالله ابن خبیب رضی الله عنه روایت است که گفت: قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم. عبدالله ابن خبیب میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم من را گفت: اقرأ قل هو الله احد، یعنی گفت بخوان قل هو الله احد را، والمعوذتین حین تمسی و حین تصبح، و همچنین معوذتین را بخوان. معوذتین یعنی سوره فلق و سوره ناس. سوره فلق و سوره ناس را همچنین بخوان حین تمسی و حین تصبح، یعنی هنگامی که بیگاه میکنی روز را و هنگامی که شب را روز میکنی، یعنی سحر و بیگاه این سه سوره را بخوان. ثلاث مرات، یعنی سه بار بخوان، سه بار سوره قل هو الله احد را و سه بار سوره قل اعوذ برب الفلق را و سه بار دیگر سوره قل اعوذ برب الناس را. ثلاث مرات، سه بار بخوان. تکفیک من کل شیء، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید کفایه میکند، بسنده است این سوره را سه بار خواندن از تمامی چیز. یعنی الله سبحانه و تعالی به سبب سه بار خواندن این سوره تو را از تمام چیز حفظ میکند و نگهت میدارد. رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، یعنی این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و این حدیث حدیث حسن و صحیح می باشد. پس هر روز سحر و بیگانی سه بار خواندن قل هو الله احد که کلمه توحید است و سه بار خواندن قل اعوذ برب الفلق و سه بار دیگر خواندن قل اعوذ برب الناس، این بسیار فضائل بزرگ دارد. چطوری که ما و شما میدونیم در باره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق سبب نزولش را که وقتی که لبید ابن اعصم رسول الله صلی الله علیه وسلم را سحر کرد. این لبید ابن اعصم یک یهودی پلید بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هنگام سحر و جادویش که کرد، الله سبحانه و تعالی این دو سوره را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادند. یعنی یکم سوره قل اعوذ برب الفلق، دویم سوره قل اعوذ برب الناس را. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره این دو سوره میگوید که ما تعوذ متعوذ بمثلهما، یعنی این دو سوره برای پناه جوستندش، برای کسی که پناه میجوید به الله جل جلاله نظیر ندارد. ما تعوذ متعوذ بمثلهما، یعنی این دو سوره چنان سوره بزرگی است که برای پناه جوستن به الله جل جلاله نظیر و مثیل ندارد. بسیار سوره های بزرگ می باشد و سوره قل هو الله احد باشد ثلث قرآن هست، سیگ قرآن هست در اجر و ثواب و پاداش. یعنی بسیار سوره بزرگ و سوره توحید می باشد که انسان با صدق و با ایمان اون سوره را هر زمانی که می خواند توحیدش آب می نوشد و توحیدش قوه می گیرد و توحید انسان قوی می گردد.
پس این بود حدیث 1455 کتاب ریاض الصالحین که سحر و بیگه در ذکرهای سحر و در ذکرهای بیگه گفتن و خواندن سوره قل هو الله احد و سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس. بعد از این حدیث 1456 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1456 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال، یعنی از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، عثمان بن عفان رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلة، یعنی هر بنده که هر سحر هر بیگانی میگوید که بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، یعنی هر کسی که این ذکر را میگوید 3 مرات 3 بار الا لم يضره شيء، یگان چیز با اون انسان ضرر نمیرساند. یعنی هر انسانی که سحر و بیگاه این ذکر را 3 بار بگوید یگان چیز به اون انسان دیگر ضرر رسانده نمیتواند. پس این ذکر چی معنا دارد؟ اولا میگوید رواه ابو داود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، یعنی این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی است و امام ترمذی میگوید که این حدیثی حسن و صحیح می باشد. پس این ذکر چی معنا دارد؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، یعنی بنام الله کی بسم الله الذي بنام الله کی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، یعنی ضرر نمیرساند همراه نام الله چیزی نه در زمین و نه در آسمان. یعنی وقتی که نام الله در هر جا و مکان گرفته می شود پس یگان چیز به اون انسان ضرر رسانده نمیتواند. و هو السمیع العلیم، الله سبحانه و تعالی شنوا و دانا هست. الله سبحانه و تعالی همه چیز را میشنود و الله سبحانه و تعالی همه چیز را میبیند، همه چیز را میشنود و همه چیز را الله سبحانه و تعالی میبیند. پس این ذکر بسیار ذکری مبارک میباشد که گفتنش بسیار اجر و پاداش و ثواب دارد و همچنین فایده دارد برای انسان که انسان را از تمام ضررها از تمام بدیها حفظ میکند و نگه میدارد. و الله سبحانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث و هو السمیع العلیم میگه، یعنی الله سبحانه و تعالی سمیع است. سمیع یعنی چی؟ سمیع یعنی شنوا هست الله سبحانه و تعالی. پس سمیع دو معنا دارد. یک معناش یعنی الله سبحانه و تعالی شنوا هست، چطوری که الله در سوره مجادله میگه که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یعنی الله سبحانه و تعالی واقعا شنیده از سخنی اون زنی را که همراه تو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم درباره شوهرش صحبت میکند و شکایت به سوی الله سبحانه و تعالی میکند. والله یسمع تحاورکما، یعنی الله میشنود. چطوری که حضرت عایشه مادرمون میگوید اون زن وقتی که با پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت میکرد چنان پست صحبت میکرد، میگه که حتی من در همون خانه بودم بعضی گپاشون نمیشنیدم، اما الله جل جلاله سخن اون زن را از بالای 7 آسمان شنید. یعنی الله سبحانه و تعالی بسیار شنونده می باشد. این یک معنای سمیع است، یک معنای شنونده است الله سبحانه و تعالی. و دویم معنای شنونده یعنی که قبول کننده دعا. الله سبحانه و تعالی قبول کننده دعا هست، چطوری که در سوره ابراهیم آیت 39 الله میگه که این ربی، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام میگه این ربی لسمیع الدعاء، هر آینه پروردگار من
اجابت کننده دعاها است. سمیع الدعا یعنی اجابت کننده دعاها است. پس و هو السمیع یعنی الله سبحانه و تعالی هم شنوا هست و هم اجابت کننده دعا می باشد. پس سمیع دو معنا دارد. العلیم یعنی الله سبحانه و تعالی دانا می باشد، همه چیز را می داند. پس این بود بابی ذکر کردن در صبحگاه و شامگاه. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود باب ما یقوله عند النومی، باب در مسئله آن ذکرهایی که پیش از خواب کردن گفته می شود، یعنی ذکرهایی که پیش از خواب کردن گفته می شود. پیش از اون که این باب را آیتش را بگیریم، اولا ذکرهای سحر و بیگه وقتش بعد از بامداد تا آفتاب برآمدن وقتی ذکرهای سحر و بیگه را گفتن است. یعنی خوبترینش این است که بعد از بامداد انسان بنشیند و ذکرهای سحر را بگوید و ذکرهای بیگانی باشد بعد از عصر تا شام گفته می شود. یعنی بهترش این است که بعد از عصر خواندی بنشینی ذکرهای بیگانی را بگویی، بعد از پشت کار و زندگیت شوی. پس این دو وقتی ذکر کردنی سحر و بیگانی می باشد. اکنون بابی نوی که شروع میکنیم باب ما یقوله عند النوم، یعنی بابی دعاهایی که ذکرهایی که پیش از خواب گفته می شود. کدام ذکرها می باشد؟ امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و چندین حدیث را برامون تقدیم می کند. اولین آیتی که می آورد، یعنی یک آیت آوردگی است. قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره آل عمران آیت 190 تا 194 است. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران در آیت 190 میگوید که ان فی خلق السماوات والارض، یعنی هر آینه در خلق کردن آسمان ها و زمین و اختلاف اللیل و النهار و دیگرگون شدن شب و روز، یعنی گردش شب و روز که شب می شود و روز می شود و دیگرگون می شود، دراز می شوند و کوتاه می شوند، لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، یعنی در این نشانه می باشد برای صاحب عقلان و صاحب خیردمندان. هر کسی که خیردمند است، هر کسی که عاقل است، با دیدن این دیگرگونی شب و روز، با دیدن آسمان و زمین میداند که این کائنات خالق دارد، این کائنات به وجود آورنده دارد که اینها را جابجا گذاشته است و اینها را در یک نظام معین به کار برده ایستاده است. پس انسان‌های عاقل این را میدانند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، یعنی انسان‌های خردمند، انسان‌های با عقل، یذکرون الله، یاد الله را میکنند، قیاما و قعودا، در حالت نشسته و در حالت راستا هم همچنین یاد الله جل جلاله را میکنند. و علی جنوبهم، و همچنین در حالتی به پهلو زده هم، یعنی در حالتی چخت بودن یاد الله میکنند، در حالتی نشسته بودن یاد الله میکنند و در حالتی پهلو زدن هم همچنین یاد الله جل جلاله را میکنند، ذکر الله را میکنند. بعضی مفسران میگوید یعنی این برای نماز است. وقتی تن صحت و سلامت باشد نماز را چخت میخوانند، وقتی که بیمار باشند نماز را نشسته، و بسیار بیمار باشند که خسته نتوانند، شیشته نتوانند، در این صورت و علی جنوبهم، به پهلوهاشون هم حتی نمازاشون میخوانند. یعنی که از انسان مسلمان از نماز هیچ جای گریز ندارد، در هر صورت تا زمانی که عقل و جان در بدنش هست باید نمازش را بخواند. بعضی مفسران میگوید که این آیت برای نمازهای پنجگانه است، اما اکثر مفسرین میگویند این درباره ذکر الله است در همه حالت، در حالت راه رفتن، در حالت نشستن، در حالت دراز کشیدن، هر حالتی دستی باید یاد و ذکر الله جل جلاله را بکنیم.
و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی انسانهای عاقل کسانی هستند که فکر میکنند درباره خلق کردن آسمان و زمین. یعنی الله سبحانه و تعالی آسمان و زمین را چطور خلق کرده است با این بزرگیش، پس اون الله جل جلاله چقدر فضل و قدرت و بزرگی دارد که این چیزهای بزرگ را خلق کرده است. درباره این ذکر کردن یا درباره این فکر کردن و اندیشه کردن همچنین ذکر می باشد، همچنین ثواب و پاداش دارند. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اکنون انسانهای خردمند، انسانهای عاقل میگویند که پروردگارمان ما خلقت هذا باطلا، یعنی این کائنات را، این آسمان و زمین را، اینها را همه را تو بیهوده خلق نکردی، باطل و بیهوده تو خلقشان نکردی. سبحانك فقنا عذاب النار، پس پاک هستی تو ای پروردگاری ما، پس محفوظ نگه بدار، پس دور ما را بگردان از عذاب آتش دوزختت. پس انسانهای عاقل از الله این را طلب میکنند. و همچنین انسانهای عاقل، انسانهای خردمند میگویند که ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیته، یعنی ای پروردگار ما، هر آینه تو هر کسی را که آتش دوزخ در آوردی، یعنی هر کسی را تو ای پروردگار به آتش دوزخ که در آوردی، فقد اخذیته، پس واقعا اون انسان را تو ای الله رسوایش کردی و خار و ذلیلش گرداندی. و ما للظالمین من انصار، و برای ظالمین و برای کافرین هیچ یاور و یاردمچی و کمک کننده وجود ندارد. یعنی هر کسی که ظالم است، منظور از ظالم یعنی کافران، یعنی که کافران هیچ یاوری ندارند. وقتی که الله سبحانه و تعالی اونها را خار و ذلیل و رسواشان میکند و به آتش دوزخ میدراردشان، کسی اونها را یاردم کردن نمیتواند و کسی اونها را از اون آتش دوزخ بیرون گردانده نمیتواند. همچنین انسانهای خردمند میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یعنی پروردگارمان هر آینه ما شنیده منادی را، دعوتگر را، فریاد کننده را که فریاد میکند برای ایمان آوردن که ما باید ایمان بیاریم. مقصد از دعوتگر و فریاد کننده مفسرین میگن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی که پروردگارا ما شنیدیم رسول الله را که ما را دعوت کرد به ایمان آوردن به تو ای پروردگارم، به ایمان دعوتمان کرد. بعضی از مفسران دیگر میگویند منظور از دعوتگر، منظور از فریاد کننده این قرآن میباشد. فرق نمیکند چی رسول الله یا قرآن، هر دین ها ما را فریاد میکند به ایمان آوردن. اینها چی میگویند؟ رسول الله باشد یا قرآن باشد، میگوید که ان آمنو بربکم فآمنا، یعنی که این دعوتگر چی رسول الله باشد چی قرآن ما را میگویند که ایمان بیارید به پروردگارتان. فآمنا، پس ای الله ما ایمان آوردیم. پس انسان خردمند، انسان عاقل و با عقل ایمان به الله میارد. پس ای الله ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، و همچنین انسانهای خردمند میگویند که پروردگارمان فاغفر لنا ذنوبنا، پس ببخش ما را گناهانمان را، پس گناهان ما را ای الله ببخش. منظور از ذنوب یعنی گناهان کبیره. ای الله جل جلاله هر گناه کبیره که ما انجام دادیم، گناهان کبیره ما را ببخش. و کفر عنا سیئاتنا، و همچنین ببخش از ما گناهانمان را. سیئات هم گناه است، اما سیئات گناهان صغیره است. پس در اینجا دو بار میگه ای الله ببخش ما را گناهانمان را و ببخش ما را گناهانمان را. این ذنوب گناهان کبیره است، یعنی الله گناهان کبیره ما را ببخش، و سیئات باشد گناهان صغیره است. ای الله جل جلاله گناهان صغیره ما را هم همچنین ببخش، یعنی گناهان بزرگ، گناهان کلان ما را ببخش، و همچنین گناهان صغیره و خوردی که ما میکنیم اونها را هم ای الله ببخش.
و توفنا مع الابرار. ای الله جل جلاله ما را بمیران همراه نیککاران، یعنی که ای الله جل جلاله ما را همراه نیکان قرار بده بعد بمیران. هرچند که ما ظلم میکنیم بعضی وقت، هرچند که ما کمبودی و گناه و معصیت میکنیم، ای الله جل جلاله ما را توفیق بده و ما را از جمله ابرار بگردان، از جمله نیکان بگردان، بعد از اون وفات همان بکنان، یعنی بمیران ما را بعد از اون که ما را همراه نیکان قرار دادی و ما را از جمله نیکان و خود ما را نیک گرداندی بمیران. این را میگوید انسان‌های عاقل. و همچنین انسان‌های خردمند و عاقل میگویند ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک، یعنی ای پروردگارا و آتنا ما وعدتنا، و بده برای ما آن چیزی که تو ای الله وعده کردی ما را علی رسلک، یعنی به زبان پیغمبرانت. ای الله جل جلاله آن چیزهایی که ما را تو وعده کردگی هستی به زبان پیغمبرانت، از جنت و از ناز و نعمت جنت، از راحتی که در قبر هست و از رازگیت، ای الله جل جلاله اون ناز و نعمت را، اون جنتی پر ناز و نعمت را برای ما نصیب بگردان و اون را برای ما بده. ولا تخزنا یوم القیامت، ای الله ما را خوار و ذلیل و رسوا نگردان در روز قیامت. ببینید انسان‌های خردمند این طور دعا میکند انک لا تخلف المیعاد، هر آینه ای الله جل جلاله تو خلاف نمیکنی میعاد را، اون زمان وعده و زمان مکان وعده را، یعنی که میراندن و قیامت را ای الله تو خلاف نمیکنی. یعنی تو گفتی قیامت میشود پس قیامت میشود، تو گفتی حساب حسد است بعد از مردن پس بعد از مردن حساب حسد است. پس ای الله تو گفتی که بعد از مردن انسانهای نیک به جنت می روند و انسانهای بد و کافر و منافق و فاسق به دوزخ می روند، پس ای الله این راست است. انک لا تخلف المیعاد، هر آینه تو خلاف نمی کنی اون وعده دادت را، اون مکان و زمان وعده را ای الله تو خلاف نمی کنی. پس ای الله ما را خوار و ذلیل و زبون و رسوا نگردان در روز قیامت و همچنین در دنیا. ای الله ما را توفیق بده که تو را یگانه پرستش کنیم و تو یگانه را بپرستیم. پس این هست یک آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر آن چیزی که آن ذکرهایی که قبل از خواب گفته می شود این آیت را آورده است. این آیت ها از سوره آل عمران آیت 190 تا 194 می باشد. بعد از این حدیث ها را بیان می کند. اولین حدیث این باب حدیث 1457 کتاب ریاض الصالحین هست. انشاءالله حدیث های این بابی آن چیزی که گفته می شود، آن ذکرهایی که پیش از خواب گفته می شود، این حدیث های این باب را درس آینده خواهیم گفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.